تو 23 سالگی خونه 18 میلیاردی ما خریدم. نه برای پوز دادن، نه برای شعاف. میگم چون خیلیا فکر میکنن این چیزا شانسیه یا فقط برای یه عده خاصه. واقعیت اینه که هیچ اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد. نه یه شبه پولدار شدم، نه بیدار شدم دیدم همه چی آماده است. فقط یه مسیر بود و یه عالم تصمیم کوچک که کسی جدیشون نمیگیره. 23 سالگی معمولا سن هیجانیه، سن مقایسه کردن، سن این که فکر کنی هنوز وقت داری. من هم این فکرها رو داشتم، ولی یه جا فهمیدم زمان قرار نیست وایسته تا من آماده بشم. وقتی تمرکز میره روی ساختن، پول خودش کم کم پیدا میشه. خیلی وقتا دیدم همه دارن یه مسیر رو میرن، همه دربارش حرف میزنن، همه هجوم بردن سمتش. همون جا بود که من مکث کردم. مسیر شلوغ یعنی رقابت سنگین، یعنی سود کم، یعنی استرس زیاد. تصمیم گرفتم آهسته تر حرکت کنم، ولی تو مسیری که خلوت تره. نه برای اینکه زرنگ تر بودم، برای اینکه حاضر بودم صبر کنم. زندگی لاکچری نبود، نه سفرهای آنچنانی، نه خرجهای نمایشی. نه اینکه هر چی دلم خواست بخرم. هر بار که به خودم نگفتم داشتم به آینده بله میگفتم. بیشتر آدما میخوان زودتر نتیجه ببینن. من فقط میخواستم تو بازی بمونم. بازی که خیلیا وسطش خسته میشن و ول میکنن. یه چیز مهم رو زود فهمیدم. اگه فقط دنبال پول باشی، پول ازت فرار میکنه. ولی اگه دنبال ارزش ساختن باشی، پول مجبور میشه دنبالت بیاد. روزهایی بود که شک کردم، روزهایی که فکر میکردم شاید دارم اشتباه میرم. ولی هر بار برگشتم به همین سوال اصلی: دارم چی کار میکنم؟ میخوام چی بسازم؟ روزی که قرارداد خونه رو امضا کردم، نه ذوق زده بودم نه شوکه. آروم بودم، چون این اتفاق نتیجه یه شبه نبود. نتیجه صدها انتخاب کوچک بود که دیده نمی شدن. این داستان قرار نیست به کسی قول پولدار شدن بده. قرار نیست بگه همه میتونن دقیقا همین مسیر رو برن. ولی یه چیزی رو واضح میگم: عددها مهم نیستن، فرایند مهمه. تو 23 سالگی خونه 18 میلیاردیمو خریدم. نه چون خاص بودم، نه چون شانس آوردم، بلکه چون زودتر از خیلیا مسئولیت فکر و تصمیم هامو قبول کردم. سن مهم نیست، شروع مهمه. و شروع همیشه از یک تصمیم ساده میاد. تصمیمی که امروز میگیری، نه فردا. اگه میخوایم با هم رشد کنیم، این پیج رو سابسکرایب کن و منتظر پست های بعدین باش. دوست دارم.